بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی گلمشی هستم از تیم فنی مهندسی ربات سازان. امروز می‌خوایم آموزش راه اندازی ماژول C900A رو خدمتتون آموزش بدیم و این آموزش بخش‌های مختلفی داره که امروز بخش اولش هست که یک آموزش آشنایی مقدماتی و یک سخت افزار خیلی ساده رو می‌خوایم آموزش بدیم. خب در ابتدا C900 چیست؟ C900 یک ماژول ارتباطی و ماژولیه که به ما این امکان رو میده که ما یک کنترل از راه دور داشته باشیم روی سیستم‌ها و بردهایی که طراحی می‌کنیم. قابلیت‌های مهمی که این ماژول به ما میده یکی از مهمترین قابلیت‌هاش اینه که ما دریافت و ارسال SMS، یعنی هم میتونیم بهش SMS بدیم هم ماژول به ما SMS بده و دریافت و گرفتن تماس، یعنی ما با ماژول تماس حاصل کنیم و یا ماژول به ما زنگ بزنه و اینکه بسته به اون سیم کارتی که متصل میشه به ماژول استفاده کنیم از اینترنت همراه سیم کارت. یکی از ویژگی‌های خیلی خاص و منحصر به فردی که توی این ماژول هستش استفاده از پردازنده آرم 9 هست که همین موضوع باعث میشه که این ماژول یکی از بهترین ماژول‌های موجود در بازار میشه. خب حالا بریم سر بخش اصلی آموزشمون. قسمت مهمی که می‌خوایم آموزش بدیم مدار تامین ولتاژ ماژول هست. حالا چرا این مدار رو می‌خوایم آموزش بدیم؟ اکثرا با یک رگولاتور ساده یک مین ولتاژی رو تقسیم ولتاژ می‌کنیم و به یک 5 ولت یا 3 ولت تقسیم به ماژول‌های مختلفی که داریم میدیم. ولی دو تا نکته هست که باید به ولتاژ معیار اصلی که می‌خوایم به C900 بدیم باید دقت کنیم. یکی اینکه جریان مصرفی که ماژول در پیک جریانی که میکشه 2 آمپر هست و این برای یک ماژول کمی زیاد هست، ولی ما باید با طراحی مدار این موضوع رو حل کنیم و ولتاژ کاری بین 3.4 ولت تا 4.5 ولت، یعنی چون اکثر ولتاژ استفاده میشه در ولتاژی که در مدارمون داریم یا در رباتیک 5 ولت هستش، یعنی چون 5 ولت اگه به ماژول بدیم ماژول میسوزه و یا کمتر از 3.4 بدیم اصلا ماژول روشن نمیشه. به خاطر همین برای انگار فراهم کردن این دو تا موضوع برای ماژول اومدیم از رگولاتور LM2576 ادجاستبل استفاده کردیم. این مدار که می‌بینید مدار انگار ادجاستبل برای LM2576 هست که توی دیتا شیت این رگولاتور موجود هستش. همونطور که می‌دونید این رگولاتور 3 تا پایه داره. پایه اولش پایه اینپوت هست که مین ولتاژمون به این پایه میره، پایه 35 به GND مدار وصل میشه و پایه 2 که یه دیود و یه سلف اینجا داریم با یه خازن. اصل موضوع این قسمت هست، انتخاب مقادیر برای R2 و R1 که یه تقسیم مقاومتی انجام میشه و ولتاژ به 4 ولت تقلیل یا یه ولتاژی بین 3 و 4 تا 4.5 تقلیل پیدا کنه. LM25 معمولا رو رگولاتور فیکس هستن 5 ولت 3.3 ولت. حالا همینطور که میدونین انتخاب این مقادیر بر اساس یه فرمولی هست که تو دیتا شیت اومده. این فرمول وی اوت وی برابر با وی رف در یک برای R2 روی R1. مهمترین چیز انتخاب مقادیر هست و این رعایت کردن این نسبت هست بنا به اون ولتاژ خروجی که ما میخوایم. حالا ولتاژ خروجی که ما میخوایم بین این دو تا رنج 4 ولت به نظر ما ولتاژ مناسبی هست. حالا ما این 4 ولت رو به جای وی اوت بذاریم و وی رفرنس اون طراحی که برای رگولاتور شده 1.23 ولت هست و یه نسبتی برای R2 و R1 به دست میاد. با انتخاب مقادیر 2.2 کیلو برای R2 و 1 کیلو برای R1 ما ولتاژ خروجیمون 4 ولت میشه. پس از بابت ولتاژ یه خیالمون راحت میشه. مهمترین مسئله بعدی که 2 آمپر هست که با انتخاب LM2576 که تا 3 آمپر جریان کششی از خودش رو ساپورت میکنه این موضوع رو فراهم کردیم برای ماژول. پس ولتاژ و جریان ماژول تو این بخش طراحیش انجام شد. ان شاءالله بخش بعدی آموزش تکمیلی رو داریم. ممنون.